1750 اسب بخار امریکایی. این ماسل کارترین ماسل حال حاضر دنیاست. SC2 تارای استرایکر. این هایپرکار با قیمت پایه $2,100,000 در حال حاضر یکی از سریع‌ترین ماشین‌های حال حاضر دنیاست که انجین 8 سیلندر توین توربو 5.9 لیتریش توی نسخه اگرسور که مخصوص پیست هستش 2200 اسب بخار توان تولید میکنه و گشتاوری معادل 2150 نیوتن متر داره و در مجموع فقط 110 نسخه ازش توی دنیا قراره که تولید بشه. وزن خشک این ماشین فقط 1247 کیلوه و توی 2.5 ثانیه سرعتش به 100 کیلومتر بر ساعت میرسه و تاپ اسپیدی حدود 480 کیلومتر بر ساعت داره. 480 کیلومتر، یعنی قلمرو هایپرکارهای مثل بوگاتی شیرون سوپر اسپورت و کنیگزگ اسکو ابسولوت. و این اولین باری نیستش که SSC داره یکی از سریع‌ترین هایپرکارهای دنیا رو میسازه. این ماشین یعنی تویوتارا جایگزین هایپرکار قبلی این کمپانی یعنی آلتیمت ایرو شد که بین سالهای 2007 تا 2010 سریع‌ترین ماشین دنیا بود که بعد از اون بوگاتی ویرون سوپر اسپورت اومد و رکورد سرعت این ماشین رو شکست. حالا اگه این اعداد و ارقام حیرت آور رو کنار بذاریم و بخوام یه چیز جالب از تجربه خودم تو نمایشگاه خودرو امسال ونکوور بهتون بگم، اونم اینه که وقتی ماشین کنار هایپرکارهای دیگه مثل پاگانی هوایرا و یا بوگاتی ویرون مقایسه می‌کنی، اون موقع میفهمی که چقدر دقت به جزئیات و کیفیت ساخت و ریزه‌کاری توی اون ماشینا بالاست.